اپا تو چیکار میکنی از برای خدا؟ مگر تو دشمنی من هستی؟ دستانم میکنندی؟ هیچ کار نمیکند. اپا از برای خدا تو چی در داری؟ دیروز آمدی خانم خانه شدن میخوایی، چون کلتکیلز با تو میگوید بیرم تو باشی بارو بند تبی در سرت میزنی بارو بند. تو چی نداری؟ ای شفقت اینقدر بسیار گپ میزنی مثل خوشنامانم هستی. را کن. اپا جان مگر تو خوشنامان داری ها؟ تو هستی کو بدوی ماش چی حجت؟ یه روز سیاه خسور میگفتی آخی کلتا داملوزیا. السلام برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام. این زن کی است؟ جوانم من جمیله اپایزیو هستم. چی خیر؟ این چیست ها؟ پسرم این چیست؟ مانند شلوار از کجا افته؟ رابرمان میرزا وطن خواب بود لباس او رو دوزیده آوردم سردارم. راستی گپ در شعبه پلیس تنها همین لباس ها بودن، دیگر لباس نیافته. امروز همه پلیس ها در عملیات بودن غیر از رابر میرزا وطن. لباس های من در کجایند؟ سردارم لباس های شما رو برای شستن دادیم، بسیار افلاس شده بودن. ای پسر تو چه خیلی آدم هستی ها؟ سردارم یک مرده که کپ کلان آخی پشت نگاه نمیکنی. تمام خودتان رو با دست گیرید سردارم. خوب هستید؟ خوبم لیوند. آخر من در اینها پیچیده میافتم. تمام سردارم من حوضی حل میکنم. قطعا چند سانتی متره؟ تو چی کار میکنی مگر دیوانه ای؟ مگر در برات قطی سوزن میگردانی؟ تو چه خیل پلیس هستی؟ من با خود همیشه رشته سوزن میگردانم چون که برادرم دوزنده است. حاضر من این رشته رو در درون سوزن میاندازم. شما شیمتون رو کشیدن گیرید سردارم. کشید پوچو بردار. اگر کشود باشد من میدوزم تنگ میشم. آیسته آرام باشید آیسته. آنا از این رو من دختر با قد قامت شما راست میکنم. همه زور میشم. از اونی که با این سر و کار میگیری یکون لباس خردتر نیافتی؟ اینجا بیمارخانه است سردارم. طاقت کنید. لیوند حالا از این در یک جایی میبرایم. تو هنگام حلی رو بگب گرفتنت من برآمده میروم. مالا سردارم شما با نزدیک سخرات میروید؟ نه به نزدیک کلتکیلز. من با کلتکیلز کار دارم. به نزدیک خواهر کلتکیلز میروم چون کلتکیلز فهمد که من در نزدیک او هستم. از قفای من شده به نزدیک خواهرش میآید. میبخشید حجره امروز سحری تازه کرده شد مگر؟ یعنی حلی زود باش. تمام با آخر ازم تمام شد. تمام دستتون تو با بیرون برا. دستم رو آیستا. زود با بیرون برا. حلی رو بگب گیر. سردارم من چه خیلی حلی رو بگب میگیرم از برای خدا. یکان چیز از پیش خودت بگو. آخر اتاق رو تازه کردی ایستادن بگو. در اومدن ممکن نیست بگو. یکان چیز بگو. یک دقیقه سردارم وزیر کتت رو لباس رو اندازم. یکان جا درد نمیکند سردارم؟ زود باش. همش درست میشه. ببینید برو که بطن شما جوش دارم. کلاهم رو ده. همیشه این بطن تو راست کلاهم رو ده. تمام من یقه حلی رو بگم میگیرم شما با باش. این حالم رو بینه. چی؟ اپای جمیله بعد از اون که من از یتیم خونه گریختم به من کمک کرد. همینه. این دختر کی است یا؟ خانم بتول او دختر است. در عین زمان یکی از ساکنان محلمون میباشد. ماشاءالله. بتول جان تو بیرو یکی بود دیر نمانی. مایلش شاد شدن. من هم. تا بازدید. خیر جانم. ماشاءالله. اپا جان تو چیکار کرده ایستادی؟ چیکار کردم من؟ خواهرم رو گفتم که انا همین است. چی؟ وای من رفتم خواهرش رو با آغوش بگیرم. وای من قربانی او شما. ما چرا به من نگفتی؟ اپا جان نیست خیر تو چیکار میکنی؟ من به بیتول گفتم که به هیچ کس نگفتم. حالا تو رفته هم کار رو برباد نده. بسیار بد شدم. میرفتم چقدر زیبا بود است. زیبا دلش هم مانند رویش زیبا است. رفتی پیش درو. زود بگی اپا برادر یاردم نمیکنی؟ به خدا میونم کن. چی یاردم کنم؟ پیش درو. مایلش خیر ما میرویم. خیر روی. این بیکار خوجه شده است. خیر دیر نمونی. توبه
چخیل به کار خوش خدمت شما میگنی بو گپ. اپا خیر راده. کمتر نگاه کنم دختر زیبا بوده است. من نهاری کردم تو بیرو من به نزد اون میروم. نه در آمدن ممکن نیست. چرا؟ چون که حالا اتاق را تازه کرده ایستادن. تازه کرده ایستاده بودن؟ بله تازه کرده ایستادن. من با چشمان خودم دیدم و گفتن که نیم ساعت در آمدن ممکن نبوده است. چرا بوده است؟ گیگینه این بیمارخانه هم نیم ساعت پس دیزینفکت میکنند یانگا. یا خدای توبه. بله ما از همین سبب با پروه میفریم و یک جا یک پیاله چای نوشیده بعد میوییم. اون رو باید تنها نمیگذاشتیم. یانگا الی از وزارت تندرستی فرمان برآمده است که تمام بیمارخانه را دیزینفکت کردن در کن. حتی کسلا هم دیزینفکت میکنن. برای همین نیم ساعت یک پیاله چای می‌نوشیم بعد اومده نل رو میبینیم. مایلش نباشد. میره مایل الهام به عقل. اون نل رو میکش. استاد لبای استاد یک سوال دارم پرسیده میتوانم؟ پرس. استاد انسان با یگان کار مجبور شود و کاری خطایی کند خدا او را میبخشد یا نه؟ چی؟ از خطاگیش وابسته از خطاگیش. اگر برای محافظت کردن یک آدم بیگناه آدم کشی کنی خدا تو را میبخشد؟ هجری تو یا ستاره شناس هستی یا اولیو؟ در حقیقت من نفهمیدم. خدا میبخشد استاد؟ چرا بخشد؟ مگر شخصی که آدم میکشد خدا میبخشد؟ استاد من هم همین را میگویم یعنی جایز است مگر؟ خدا ما را از این گونه خطاگی ها محافظت کند. وقتی به این خیل خطاگی ها دچار شدند مگر از به خدا پناه بردن دیگر هیچ چاره نداره. استاد خدا از شما راضی باشد اینقدر خوب جواب دادید. خدا از تو هم راضی باشد هجری. و خدا پناه بردن لازم و خدا پناه بردن لازم. استاد جان این هجری چرا از من این سوال ها رو پرسید نمیفهمم. خدایا مگر به من اشاره کرده ایستاده من چیکار میکنم؟ به من کمک بکن. این دفعه سرم در حقیقت در بالاست. بچه ها چیکار کرده ایستاده؟ فوتبال داریم. مرحمت سلطانا. سیاه جان دامولا سیاه. لبای آقای کنم. دامولا خبری خوش دارم. با خیر است؟ دامولا در آخر نتیجه تشخیص را گرفتم اکنون شما آزاد هستید. خیلی خوب. من هم مزه آزادیم را چشیده ایستاده بودم آقای کنم. احمق تو مگر کارت کلاس نیستی؟ بی شرف کاری تو تمام است. تمام است. تو را نابود میسوزانم. یک کودکان رفته در دیگر جا بازی کنه استد باشد. ای خدایا توبه. دامولا ورقه ها را گرفتی؟ اگر از من در باره این دیوانه معلومات نامه دیوانگی پرسن میده. دامولا من اکنون این ورقه ها را با محکمه پیشنهاد کنم و دعوا بیکار شود. دیگر این استراب به آخر رسد. سلامت باشد آقای کنم. دامولا با من اجازه ده. من زود روم. تو بازید آقای کنم. سرش رفته دیوانه میشد و سرم یکم بالا نوارد. ای برزگو از قفای دامولا زیا یگام کس را گذارید که سری نظاره تمام باشد. این سقراط گفتنی خر یگان خطاگی نکند. با خبر باشید. پیش درا. اونال جان بین با تو. اونال در کجاست؟ من نمیدونم یانگا هلی جان. شاید برای هوای تازه گرفتن برآمده باشد سوار. سرسته نگو لبین. چقدر هوای تازه آدم نو از جراحی برآمده است. اپا جان ما آمدیم. یزنم در کجاست؟ نمیدونم. ما هم همین رو گپ زده ایستادیم نیست. چکلانی اکای اونال نیست؟ در همین جا هستین؟ با دخترش کم نزدید شاید به معاینه رفته باشد. دیگر با کجا می رود؟ نه جانم اگر یگان معاینه می بود به من میگفتند رفته است آخر. اپا با کجا می رود؟ چرا رود کی؟ لبین کنی بگو شاید تو بدونی. یانگا هلی من هیچ رو نمیدونم. وقتی آمدیم نبود آخر. ای باورم نمیآید به کجا می رود این آدم. زخمی است حالا آخر. یکی خون رود یکی در یگان جا افتیده ماند.
خدا نگه دارد من رفته از دکتر پرسان شوم شاید یگان کس دیده است انشاءالله از قفایم کلتا کلاس نشده است. کلتا کلاس؟ شما چی هم میگوید؟ لیوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ نه ها من از کجا میدونم سلین جان؟ لیوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ بگو خیلی در کجاست؟ سردارم اونم رفت. با کجا رفت؟ وای دکتر خواهر کلتا کلاس هست که نامش بیتول. بله با نزد او رفت. چرا رفت؟ او رو چیکار میکنه؟ با او هیچ کار نمیکنه سردارم. او رو همچون قبخون استفاده میبره. چی خیر؟ یعنی او رو همچون قبخون استفاده بوده کلتا کلاس رو دستگیر میکنه. این همی قبخون میبونی که موشه میقپی. بعد او را دستگیر میکنن؟ ای خانم زورا دستگیر کند خوب میشود. دیگر چی کار میکردن که؟ سردارم تصمیم گرفته است که کلتا کلاس را میکشد. انیق میکشد؟ ما هم از خداوند فقط دعا میکنیم که سردارم بیعقل نکند و کلتا کلاس را نکشد، چون که کشتن یک مخلوق بسیار گناه عظیم است در نزد پروردگار. وظیفه پلیس انسانها را نجات دادن است، نه اینکه به خطر رسانیدن. اما بسیار غضبناک بود. به فکرم کلتا کلاس را میکشد. زود باش زیاد جواب ده. جواب نمیدهد شاید در نماز است. پلیس همیشه فایده میارد. ما برای پلیس ها در مقابل ظلم آدمان صبر و طاقت نموده آنها را ما به قتل نمیرسانیم، چون که وظیفه ما است. خانم سلین اگر ما هم جنایتکاران را پرانده به قتل رسانیم پس فرق میان لیویت و جنایتکار چیست؟ بگو سلین. اونال حالا هم زنده بود از کلتا کلاس. یگان مشکلی است. حالا شب نشده است. این چه سراسیمگی است؟ اگر تا نیمه شب اونال نمیره چی شدنش رو میدونی ها؟ با من تهدید نکن سقراط. اینقدر کار رو کشاره نکن. یک گپ میگویم سرعت کارت تیز میشود. یک خواهر داشته ای او را تو یافته ای. راستی من هم او را زود مییابم. گوش کن اگر با خواهرم دست رسانی تو را میکشم. اگر در خطر بودنی دوست داشتهت رو نخواهی پس خواهرت رو فکر کن کلتا کلاس. میدانم که اونال را کشتن نمیخواهی. تا ساعت 12 اگر او را به هلاکت نرسانی پس من عزیزانی تو را به هلاکت میرسانم. انتخاب سقراط. زهرا دوملوزیا چه شد؟ یزنم به نزد بیتون میرود همه چیز رو میفهماند. همه چیز یعنی چی؟ همه چیز رو کلتا کلاس بودنی تو رو. مقصد اساسیش دستگیر کردن تو است. یا توبه بیتول این رو نباید فهمد. با اون ما نمیشوم. نمیروی یزنم بسیار غضب‌آلود است. او تو رو کشتنش ممکن. اگر بیتول فهمد من تمام میشوم. از من نفرت میکنه. آخر او یک روز نه یک روز میفهمد. مایلش رو با این شکل نه. من چون وقت شاید خودم با بیتول با زبان موافق با او همهش رو میفهمم. اما اگر با این حال فهمد بیتول رو از دست خواهم داد. من فهمیدم چی شد که ما رو از دست دادیم. اگر ما رو از دست نداده باشی پس او رو هم از دست نمیدهی. یک جای همش رو به بیتول میفهمونیم. شاید کمتر یک وقت رو میگیرد میفهمم. نمیشه وزیر. چه جواب دادن بیتول رو تخمین کردن نمیتوانم. دیگر بر رویم ممکن نگاه نکند. من باید با اونال مانع شوم. نمازم رو خونده به مغازه میرم. مایلش من یزنم رو باز میدارم. مایلش اونال چون شکارچی باشه شکارم میشوی. تو را نسبت سقراط همچون لقمه استفاده میکنم. دیگر چاره ندارم. مرحبا کی در کار بود؟ من به نزد خانم بیتول آمدم. او در همینجاست. حاضر تازه کردیستم. بعد عبید میویم. او رو در کجا یافتم ممکن است؟ ممکن در مگزین او چشای. تشکر زیاد. نمیارزم. میارزم. تو در اینجا چی میکنی دفشه؟ در اصل تو نابود شو. تو چی میگویی؟ مرا گوش کن با من این خیل گپ نزن. کلتا کلاس
هفته این را بین بسیار زیبایی. حالا من بسیار خرسند شدم. اما خبری بسیار مهم این نیست. خبری مهم کدام است میدونی؟ اکای بیتول بودنی تو رو هم میدانم. سردارم دیده شما را چه پیدا کردم؟ تو از کجا بر اومدی ها؟ سردارم به شما سورپریز دارم. چه خیلی سورپریز؟ آخر سورپریزه که برای دستگیر کردن کلتکلس به شما کمک میکنه. لوین گپ رو توب نده بگو. مالش میگویم اما بعد از گفتنم شما به بیمارخانه برگردید. آخر شما بسیار زخمی هستید. یعنی من برای شما را از بیمارخانه گریزاندنم عذاب وجدان کشیده ایستادم. لوین یعنی وعده هم ندید. من البته میگویم سردارم ما آدمی که شما رو پرانده رو یافتیم. چی میگوی؟ چی خیر؟ سردارم وقتی که من از بیمارخانه بار آمدم از شوبه به من خبری اومد. من باشم به شوبه رفتم اون آدم رو دستگیر کردن. تینی که از بدن شما بار آمد از سینه اون شخص بار آمده بوده است. او حالا در کجاست؟ نه در اینجاست. چی خیلی در اینجا؟ در این ماشین است سردارم. مگر دیوانه ای تو؟ چرا این آدم را از شوبه برآورده؟ سردارم من این طرفش رو حل کردم. برای نوارگیری میبریمش گفتم. در ورق امضا گذاشتم تمام. همین خیلی فکر کردی؟ بله او رو به اینجا آوردم. شما رو به این واسطه به بیمارخانه برمیگردونم گفته آوردم. چی خیلی؟ لوین چور چشمت از سرت ماند. تو چه خیلی آدم هستی؟ یکو چیزی درست فکر کن. آدم در همینجاست. کنی برار در رو کشا. اسامدین در رو کشا. کنی برا اخمق. برا تو کیستی؟ کیستی تو؟ چرا ما رو پراندی؟ برای کی کار میکنی؟ کنی بگو. برای کلتکلس. یا خدایا بیشرف. در بالای بام ایستادنم با من فرمان داد. گفت که چون دستانم بالای سرم به بیرون برآمدم سلاحت رو تیار کرده. چون آدمی در مقابل من ایستاده سلاحش رو برآورد مرا پراندنی شد. در حال او را بپران گفت. اوی کلتکلس، یعنی از همین سبب راحت به مقابلم برآمد دستانش را برداشته. بعد چی شد؟ بعد به نزدت آمد برای از مردنت باوری حاصل کردن. اما چون آمدن ماشین دیگر رو دید مجبور گریخت. کاری نیم کارش را به آخر رساندنی بود اما موفق نشد. اوی کلتکلس، من تو را دستگیر میکنم. دستگیر کرده این کار را به آخر میرسونم. این کار را نیم نمیگذارم. سقراط کیست؟ تو را میشناسی؟ سقراط؟ البته سقراط رو میشناسم. وای یک فیلسوف بود. یک فیلسوف. چقدری که در مکتب خوانده بودم میدانم اما با مسئله مو چی علاقه دارد این رو نفهمیدم. ای ابله دفشاف گرید او را بره. تو با گبزن شده یا زبون دراز شده است. خود زبان تم نبره میرن در کابینه دکه اونال کشالش میکنم. احمق. شنیدی لوین؟ کلتکلس مرا کشتن میخواهد. سردارم این 100% دروغ میگه. چرا با این باور میکنید؟ لوین زود به شوبه زود. زمان شب ببرم در کابینتت کشو کنم. لوین دل شو برو زود. سردارم بیا شما را به بیمارخانه بریم. لوین کار دارم زود برو. سردارم مخیا که در اونجا نغلطی. لوین رو گفتم. خیلی بشیم تا همه جای میرفته که بریم تو خیلی. لوین من دشمنی تو نیستم کاکا. کم موند کلتکلس، کم موند. انتقام طفلم را از تو میگیرم. سردارم بیا شما را برم. کم سردارم آخر من فهمیده بودم که از تو دامالا نمیشود. از تو تنها دوست میبراید. گم شود بشم. اون حال اومده ایستاد است. با تو بعد گام میزنم. تنها برای نرنجیدن بیتول به هیچ کس نگویم. دروغگو، کلتکلسی سوسمار، دوست بودنی تو را. اما اکنون از تو خلاص میشم. سامی دمت را گیر که نباشد میکشم. اکنون بیتول دروغگو و کلتکلس بودن یکش رو میفهمد. تو را زنده نمیمانم. با خدا که زنده نمیمانم. چرا؟ برای خواهرت رو دوست داشتن من رو میزنی؟ السلام داملا، مرحمت کنید. نه خانم بیتول، رحمت ما صحبت داریم. جنجال ندارید؟ نه خانم چه علاقه دارد؟ همین خیل گپ زده ایستاده ایم. همین خیل نه داملا زیاد. خوب بهترین. خانم بیتول کمی سیر رو گشت میکردیم. چرا؟ یک اونجا نشسته صحبت میکردیم. درباره چی صحبت میکردیم؟ من اومده نمیتوانم ببخشید. چرا؟ وقتی بسیارتون رو نمیگیرم. یعنی تنها گپ زدن میخوام.
در جای کارم بیمارها انتظارند. باید به نزد آنها بروم. جهازانم را گرفته میآیم. مایلش تشکر. کن یکتون مرا بزن. زوری کو کاری بزن زور. گوش کن آنال میآید گفته صدایم را نبرآوردم اگر با بیتول گرد زنی تو را میکشم. خوش مانید دومروزی ها. تا باز دید. خوش بمانید. روزهای خوش. یاسنا زهرا یاسنا تو در اینجا چی میکوبی؟ اپام برای شما بسیار خواطر شد یاسنا. زهرا یگان جای خواطر ندارد، کمتر کار دارم، اون را حل میکنم. یاسنا در یگان جا افتیده میمونید. تو مرا چه خیلی افتی؟ البته لوین گفته؟ ای گفت که شاید به محل رفته است. در محل چی کار دارید؟ گوش کن، با کلتکیلاس بسیار نزدیک شدم. او را دستگیر کردنم بسیار مهم است زهرا. امروز این کارا را شکم میکنم. با اپت خوب بودنم را بگویی بس است. یاسنا التجا میکنم کلتکیلاس را نکش. خواهش میکنم. وای لوینت یک گپ را داشته نمیتوانی. یاسنا من قاتل شدن شما را نمیخواهم لطفا. زهرا تو به نزد اپت برو. من امروز این کار را حل میکنم. یاسنا یا خدای من کلتکیلاس گریز. مرحمت خوش آمدید. سلام، به من خانم بیتول در کار بود. بیتول کمتر پیش بر آمد. وای به کجا رفت؟ چی؟ وای شاید بیمار داشته باشد یا به بیمارخانه رفته باشد، نمیدونم. یاسنا با این حال با پروس ایستاده نمیتونه. لطفاً بینید آخر اپام خواطر شده ایستاده. زهرا من به تو گفتم که خوبم، به بیمارخانه نمیروم. یاسنا چه خیلی خوب هستید؟ مگر دکتر نگفت که یک چند روز دیگر باید استراحت کنید؟ من شوبه میروم. یاسنا زهرا انا آن بیشرف سقراط گفتن آدم را عزتش رو میابم. اول او رو نابود میکنم، بعد به خانه بیتول رفته آن بیشرفش رو دستگیر میکنم. ببخشید درباره بیتول چرا پرسیدید؟ جناب سمی من هیچ چیز رو نفهمیده ایستادم. با اکم درباره چی گپ زدید؟ یک دقیقه. مگر گپای به شما گفتم رو گفتی؟ بله. یعنی اکا و خواهر بودنتون رو با او گفتم. من از شما خواهش کرده بودم. این آخر بین ما سیر بود کو؟ با سیر قسم میخونم به هیچ کس نمیگویم. غضبی شدید. لطفا غضبی نشید. از اکاتون تنها میخواهم با ما یک امکانیت دید. نفهمیدم. یعنی اکاتون با ما یک امکانیت دید. یعنی با علاقه ما، یعنی اگر در بین ما یکان علاقه جدی سر شدنی باشد اکاتون با این باید اجازه دهد. یعنی من همین خیلی سنجم گفتم. خانم بیتون انا اینجا یک چای اونقدر هم رومانتیکی نیست در اصل. بر اومده راه گشته به اینجا آمدیم، چای موی فرمایش دادیم. من خیلی من به شما یک چیز گفتنی دارم. یک چیزی هست که خانم بیتول با من اویله دور میشه. یاسنا لطفاً باید به بیمارخانه برگردید. یاسنا مرا گوش کنید آخر. زهرا تو بازدید. یاسنا بینید بدنتون درد دارد. لطفاً یاسنا جان.
تو را میکشم کلتاکیلاس. میکشم، تو را زنده نمیگذارم. تو سلام اونال. آلیو از پسی کلتاکیلاس برم. برای در حال جواب دادن مجبور نیستید. یعنی فکر کنید من فکر کردم پیشتر هم گفته بودم جدی بودنم را من انتظار میشوم، چون که من از چی باوری دارم. یعنی من شما رو دوست میدارم، به خدا دوستت میدارم. من چی؟ من حالا چی گفتنم رو نمیدونم. در حقیقت چی شدم؟ کمی پریشان شدم. حالا آخر من از کم نپرسیده جواب داده نمیتونم. باید از او پرسم. همین خیل بله. به خدا ایزا کشیدم خانم بیتو. میدونی این سلاح کیست؟ از کی؟ هنگام نجات دادن تو و کشته شدن جیانش سخرات این رو به من داد. درباره سخرات این خیلی گپ زده. با او به من شریک نبودنت رو میفهمونی کلتاکیلاس؟ گوش کن آنال، میفهمونم اما تو نمیفهمی. حالا گوشهایت رو خوب شده مرا خوب گوش کن. تو مرا کشتن میخواهی ها؟ از همه زیاد. سخرات یک دیوانه تپا تیار است. گوش کن، سخرات برای انتقام جیانش رو گرفتن تو رو از بین برداشتن میخواد. اگر تو رو نتواند همسرت یعنی حله رو میکشد. با ما رو کشتنت یگان چیز حل نمیشود. طفل تو رو من نکشتم، شخص تو رو دزدیده هم من نیستم. دروغ میگویی. دروغ گفتی استاده به شریفی بیناموس. حیات تو پر از دروغ است. برای مرا کشتن آدم فرستادی، اما آدمت رو به دست آوردم. من خودم او را پرسپوس کردم و همش رو فهماند. و من حیله کردی به شریفی سگ. تصادفاً از آنجا کسی گذشتم مرا نجات داد. کلتاکیلاس، میدانی در این حیات چی میخواهم؟ مرده تو را دیدن میخواهم. یک فرصت یابم تو را نابود میسازم. سفسطگویی را بس کن. مرا فریب کردن نمیتوانی. خیلی تو رو با بیمارخانه کی برد؟ تو این را فکر نکردی؟ بغیر از تو همه بوده میتواند، اما تو نه. سر تو کار نمیکند اونال. در یک اونجا ما میکن. ماشین را نگاه دار گفتم. خودت این را خواستی. کار تمام شد سخره. اون مال رو گرفته به جای گفتهات میارم. اکه کانون؟ چی گپ شد؟ одаме ки аз хафои калтакилас гузоштем ку خیر ӯ занг зад. калтакилас уналро дар багоҷи мошин гузошта дар сари роҳ интизори касе будааст. تو چی میگویی؟ ба худо کلتاکیلاس کمیسر اونها رو کشت مگر؟ мутаассифона ка این ناممکن است. زود باشه میرویم. یعنی در آخر انتخابات رو کردی کلتاکیلاس؟ بله. او زنده است کو؟ سلاحاتون رو پایان کنه. نجوم بید نباشد سرگارتان میمیره. نجوم سقراط راه به آخر رسید. حالا در اینجا میموری و همش به آخر میرسد. ای بچه گاز را زیر کن. زودتر باش. دامولوزیا را از دست سقراط نجات دادن اما لازم است. کلتاکیلاس حتی اگر اونال را کشته باشد آن سقراطی پدر لعنت دامولو را راحت نمیگذارد. سلاحهایتان رو پایان کنه. پایان نکنید، او را پرانید. سلاحاتون را پایان کنید. پایان کنید. پلیس پینها شوید.
باشید. نمون چرا نمیپرانی پرسگو؟ که این دفعه من آدم نمیکشم بس یه بار وعده دادم اگر آدم کشم من رو سیوال خلاف بکنم. خدا تو را سرت احمد، تو تمام شدی تمام. در اینجا چی میگوی کنعانی معبدی آمد؟ چی میگفتم برادرم؟ من پلیس یاردم داده ایستادم، وظیفه شهروندیم را با جا آورده ایستادم. ما با یاردمی تو احتیاج نداریم. ای برادر بیا با من بحث نکن. تو چی اینقدر حریفی یک رو هستی؟ ای کنعانی دیمونان گفت را خواهیده گپ زن. پیرپرانی که با آخیر رسید با تو دیگر خیلی گپ میزنم احمق. نجات نتونستم در برو توی سیاد صدقه لمن نجات دادن. گریه نکن نوله کنی رو بس کن. دانسته باش من بعد از تو میمیرم. سردارم نبرده زنده کلتکیل در کجاست؟ کلتکیل از گورک سردارم اما سخرود رو پراندیم. جسدرشو آدماشو کشیده بردن. اون بشرف باز مرا کشتنی شد میدونی لبین خبرداری؟ اویستا سردارم اویستا. این رو گفتم مانم سردارم که ینگه هله برای از بیمارخانه گریختنتون نسبت شما بسیار غضبناک است. پای بلا مونده سردارم. اویستا لبین میلش اویستا فرود شما رو من میخپم. از در میخطه بر اومدنم لازم. سردارم احتیاط باشین کن. اویستا تمام. انا تمام. در آخر بیشرف مرد. حالا مسئله کلتکیل است ماند. ای سردارم بگویم یا نگویم اما آدم رو مجبور میکنه که بگویم. مجبور میشم که بگویم. آخر با فکر من قاتل کودک شما سخرات است. کلتکیل نیست. شما این مسئله رو پای نبرده عدالت رو پایمال کرده ایستاده سردارم. چه خیلی بگناه. آدم مرا کشتنی بود میگویم به تو. آخر سردارم من در این موضوع با شما هم فکر نیستم. من پرونده او رو تا آخر تحقیق کردم. کلتکیل تنها یک دوست است. قاتل نیست. ما او را البته دستگیر میکنیم. این مسئله دیگر است. برو لبین برو. یه صدقه بشم سردارم تزی قر میکنی. لبین برو. مرگ آن سقراط گفتنی آدم اونال رو کمی هم باشد آروم کرد. البته وای آدم یک جنایتکار قاتل بود. ای دنیا از یک حشرات تازه شد. مسئله کلتکیل اصل لعنتی رو هم با آخر میرساند. ما راحت میکردیم همین خیل نه؟ دامولازیا؟ بله یعنی آقا همش تقدیر. انشالله امک اکرم آخر باید جنایتکاران با جزایشان برسند. اوف دیلم بی‌حضور شد. کم ترک بیرون سیر و گشت کنیم میلش؟ برای دخترم بله بیرون برآمده کمتر هوای تازه گیرید سرتان آرام میشه. عروست را ببر زیا غم و اندوهتان را از بین برید. مست شده به خانه آیید. شما خطا نفهمید. منظورم این که مستی عاشقی شود. با اجازه شما. شماتون بخیر. استراحتی با فراغت. زهره اینقدر خوشبخت است. ای ملیس تو گمراه شده ای. نه شیطان وسوسه هم کرد مادر. بخت من سیاه است. ساده. لویت بسیار انتظار کردم. خانم سلین اگر در کار شد برای شما 5 عصر انتظار میشم. وحیمه نکن. تمام خیلی کمتر وحیمه کردم لیکن تو گرسنه شدن من انتظار میشم. عشق تو برای من ویتامین قی است. خاطر نشو لوین جون من تو رو انتظار نمیکنم. هم شکمم حالا چون گرسنه است. از من هم. بیا یکون چیز میخورم. رفتیم خانم سلین. بخشش
الو نیلبانو در طرف خونه ای بیومون همتون رفتید چی؟ یعنی من آمده نمیتوانم میتواند خانم سیلین روید می آید نیلبانو می آید شما رفته خوشحالی کنید منو فکر نکنید چی؟ مایلش نباشد من می آیم شما بخیر تا بازدید ای خدایا نصیب نبوده از خانم سیلین ما یگان بار دیگر وا میخونیم من رفته در خط کوچه پیرچکی میخونم شما به طرف خانه روید مایلش خب ای با کجا میروی؟ پیرچکی خوری یک جویا میروی؟ به طرف خانه خانم سیلین یک دقیقه مگر شما ما رو با دوستانتون شناس کردنی بله چرا نکنم که خدا تا باقی لباسای من اونقدر خوب نیستن اقلا رفته یک لباس زیبا پوشم با شما عیب نشود بیا رفتیم با نزد گناهات پیش درآید لمیرا جدا جبانی به سینما رویم مایلش عجبا یگان فیلمی نو باشد خیلی شد که به سینما هم نرفتیم شاید یگان کینوی عاشقانه یا اینکه حجبی باشد عاشقی یا که حجبی با خدا پشتم خوریده سر کرد یعنی فیلم عاشقی و حجبی رو هیچ دوست نمیدارم اگر با کینوتئاتر درایم الرژی پیدا میکنم افلاس یک فیلم بود درباره یک زن تماشا کرده بودی نمیدونم قهرمان‌های خارجی بازی میکردن در این خیلی مشت شناس میشوند با مشت سیر و گشت میکنند دائما آن صحنه رو آرزو میکردم درستی؟ وای وای بهترش با کینوتئاتر رویم مایلش نباشد تو چیپتر رو خریداری بکن من حاضر می آیم مایلش سوار شو کم سیر رو گشت کنیم شوخی داری مگر؟ دوست دیدی مگر؟ این خیلی گپ نزن این هوا بسیار پر آمد یک شبی عاشقانه رو برپا کنیم بشین سوار شو شده نمیتونم سلام علیکم اکای کانون گفتی که بیا شمال بری دویده آمدم تینجو بده که البته که میایی برزگو آن کاری توست کاری اساسی توست البته که چی کار هست؟ مرا گوش کن آنکای حمدی باز گپ زدن را سر کرده است رفته بگو پایش را به قدی کرپاش دراز کند نه تو اول آن احمق را لطو کوب بکن بعد اخرش بسرش شاید رو اول او رو مردانک زنه بعد نصیحتش کنیم همین خیلی ها رفتیم مایلش تو هم رو این برزگاه از عهده این کار یکی نبراید کارمان با کی افتاد aşk serseri bir kuş bazen istesen de tutamazsın aç kanatlarını سیلین جون دوستم گفتی بود اما دوستی خوردیت است؟ یعنی البته بله یعنی هم دوستی خوردیم هم خوزیرم یعنی همسایه یعنی که همسایه لیوین جون با من یک شربتی میوگی میاری؟ ها شربتی میوگی قدم نمون میوه خدا دیدی خوب گپ نیست تمام رفتم برادر یک تا شربتی یک کپوشکا و یک کبی بگی بیو
خوب شد که ماشین رو آنها نفهمیده و جاش آورده موندیم. یا خدای توبه برای همین خندیده ایستاده. بیا رفتیم. یک چیز گویم. چی؟ یگون چیز خوردن لازم بسیار گرسنم. خوب مایلش بیا میرویم. یا خدای توبه اینها کی بودن؟ عروبه در این جوو نمید نیست. خواهر لپه یا کنتین خودی شورک میگیرید؟ البته میدهم. تو رو من مرا گوش که با نسبت که کنو خودت گرداشتی ها؟ 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 یاد خبی آها دهان شب خب که کم نزنه اجاز من زیستن سوال جون؟ نمی در کجایی؟ عروبه رو پرتفته با کجا رفتی؟ قلمفور تمام شد قلمفور خرید رفتم برای قلمفور؟ نمیگ مگر برای قلمفور عروبه رو پرتفته میروی؟ سوال جون خودت میدونی که به قلمفور نخود شورک رو پخته نمیشود که آخیر ها؟ نمیگ در کجای هستی به اینجا بیا من در همین جایم. بخشش سوال جون کم تر در راه دورترم. نمیگ خاموش شو به اینجا بیا. تمام جانم عزیزم میایم. شرف برادر من باید روم. چی؟ این لین به تو امانت و باز دانسته باش اکای کنون نباید این رو فهمد. فهمیدی؟ احسار ترام من رفتم. با کجا میروی؟ نمیک برادر آخر تو چیکار میکنی؟ همه کار رو به گردن من میپرتوی. خودش چی گپ است؟ وای در کدام پایت که میخوای پرانم همان پایت رو درست کن. التماس usta پرانکه. Well, I saw you dancing out there on the floor, doing your thing and shaking your booty rocks me to my core. But if you want a real man, you gotta do better than that. سلیم بیا رقص میکنیم. لیوین بیا ما هم رقص میکنیم. نه خانم سلیم من رقص کردن نمیتونم. شما رفته تو کسا با دوگانه تو جنبونی. بیا رقص میکنیم. نه وجدان انسانی نمیتونم. نیستی جو میکنم من رو رد نکن. خیلی نباشد من خرسک بدم تو رقص کنم. خب خودستون تو رقص کردن گیری. You ain't gonna get to me that way. That ain't where it's at. If you wanna get to me, well do it faster, pussycat. So do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. Like my wheel. Now I like my girls, like my wheels. Smooth and round and as fast as you like, in a tight skirt and high heels. But if you want a real man, you gotta do better than that. Keep on shaking it up, but do it faster, pussycat. Hey, do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. آنها محکم شده است. برمیگشونیم؟ مایلش البته پوست چرکش در دستتون مونیم بعد پرتونیم.
کنه بیدی میگیری؟ باز یک تا میدونی من برای نرفتن مجبور شدنت بسیار خودسر شدم. یعنی من آخر به تو رفتن نمیتونستم زهرا. میرفتم هم نیستم در تو میمان. تو باشه دویم در من میماندی. روزای آخر از این مرده که در حیات من داخل شدن از همه زیادترش تو رو دوست میدارم. سه مرد؟ اما سه مرد که هایم؟ داملا زیا، زاغ سیا و کلتکل است. همه خیلی بگوی دختر؟ خیر به فکر تو از همه زیادتر کدامش رو دوست میدارم؟ کدامش؟ به فکر تو؟ کلتکل است؟ داملا زیا. می شود و من فرقی نداره. زردالوی خشک با مزه بوده. زردالو کنی دستم رو بده. سیوال جان الان من اومدم. نمیک تو چی کار میکنی؟ این چی به مسئولیتی است؟ مگر انسان عرابه حیاتیش را پرتافته میره؟ سیوال جان قلمفور تموم شد آخیر. خاموش نمیک. این چیست؟ این چیه؟ قلمفور؟ با خدا من فراموش کردم این رو ندیدم من. قلمفور در پیش چشمت است. ای خدا انا ببین جانم عشق تو مرا کور کرده است. کور آخر چیکار کنم نمیک عزیزم؟ همین گپایت رو نگوی خوب میشدو. خیر میلش من به خانه میروم. روی سفید عزیزم. اوه مرا نه خود بیا. تاثیر شربت کرچکر دیدی چه خیلی زور. ما از اینجا به دیگر مرکز دلخوشی میرویم. تو هم این رو گرفته با ما بیو. نه من رو گرفتن خانم سلین لازم نیست. آخر من باید پگاه بروقتر از خواب خیزم. خانم من پلیس هستم. رفتنم در کار نیست. پگاه روزی کاری است. به همه تان شبی خوشحالم. در حقیقت از شناسایی با شما بسیار شدم. خانم سلین شما با دل پر رفتن میتوانید. من به اتوبوس میروم. لونت انتظار شو. من خودم رو به شما خطا شناس کردم. درباره لوین دوستی بچگی هم گفتم. دوست داشتنم رو پنهان کردم. تو این درجه نی؟ خانم سلین بس بین شب چه خیلی دوست داشتن. این مگر خوب با ندیده باشی؟ خیر من نمیروم. دوستم مرا به خانه‌مون میبرد. خانم سلین در حقیقت مرا دوست میدارید. هر وقتی که میگه که شما را دوست میدارم موی طرف سیخ میگیرد. برادر یک شپالا خمزه که با فکرم خودی نیستم. خیر نباشد ما میرویم. به شما شبی خوش. به خدا که بسیار خوب میشد. انتظار نشوید. بای بای. مایلش خیر. ای خانم سلین شما چقدر انسان دلصاف بوده ایده. برای من در نزد دوگانه‌تون شرمنده نشم گفته حتی دروغ گفتید. یعنی با شما چقدر سپاسگزاری کنم کم است. احمق من با کی دروغ گفتم؟ من حقیقت رو گفتم. نه من صافدل بودن شما رو میدونستم اما این قدرش زیادتی است. بسیار سپاسگزارم. لوین حقیقت رو میگویم مرا نمیشنوی. خانم سلین من حق شما رو چه خیلی پرداخت میکنم. تشکر زیاد. احمق من در اینجا تو رو دوست میدارم میگم تو باشی چی ها گفته ایستاده. بله محبت به حیوان، محبت به حشرات و نباتات، بعدن مرا دوست داشتنتون این همه محبت زمینی است. یک دقیقه خانم سلین
من خطا فهمیدم یا که مگر شما ما را دوست داشتنتون رو گفتی؟ بله لیوین، من تو رو دوست می‌دارم. حالا هم تو باشی سفسطه میگویی. اما یک چیز رو فهمیدنم در کار است، چون محبت انسانی یا که مگر مانند دیگر نمون محبت یعنی محبت بیگانه چه خیلی نبینه. گوش کن، حالا بسیار به‌حضور شدم. اگر این خیلی سخن گفتن رو دوام دهی، من از تو رو دوست داشتنم دست میکشم. یک دقیقه خانم سلن مرا دوست می‌دارد. یا خانم سلن مرا دوست می‌دارد. خانم سلن پارتافت کجا میرم؟ خانم سلن جان، در هیجان من شما رو فراموش کرده پارتافت رفتم. در هیجان یک خواهش دارم، اجازت میدید که دست شما رو قبیده در این کوچه های شهر مثل کینو فیلم های ایندی یک جا بیداریم. این طرف رویم اون طرف رویم. خانم سلن اگر خدا باشد بیا پس یک جا میدویم. یعنی اگر باز در آغوشم خواب رفتم خواهی با نزدت آمده میتوانم. نه جانم رحمت. یگان نیت بد نداشتم آخر. شب خوش کالتاکیلاس. شب خوش شاهزاده. چرا خاموش میکنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا خداوند سخرات و جایش رو جنت بگردون. خدا اما جایی میرفتش معین است لیوین. سردارم مرا ببخشید و گپ نزنید. اولو در مزار هستیم. در وقتش باباهمون با ما گفتن که از پس مرده گپ نزنید که این گناه عظیم است، به حد گناه عظیم. ان شاء الله در جنازه کالتاکیلاس هم این خیلی اشتراک میکنیم با تو. سردار امروز روزی تولد زیبا از گپ همین که حالا با تو گپ رو نشان میدهم. با ماشین سوار شو، با شو میرویم. سردارم میرفتیم یک دعا میکردیم، یک تبریک کردم میومدیم، بسیار کار خوب میشد سردارم. خیر نباشد شب میبینی؟ تا بازدید جانم. خودت رو احتیاط کن. تو شب عشقم. چی؟ چی شد؟ نه آخر با این خلق پاودت نکردم. ناگهان چون گفتی البته که حیران شدم. کنی یک بار دیگر بگو، بسیار خوب گفتی. گپ یک بار معنا دارد. تا بازدید. بله عشقم. بای بای. الو خانم بتول، تکلیف اویله دورشویم رو فکر کردید؟ در یگون جا نشسته صحبت کنیم، بعد به شما زنگ میزنم. تو چی گفتی؟ با بتول تکلیف اویله دورشوی کردی؟ خب زبان کالتاکیلاسی تو با من ضرر نمیرسوند، فهمیدی؟ دنبالای ساخته؟ من شوخی نمیکنم، نسبت خواهرت جدی هستم. هم دختر چون کالتاکیلاس بودنی تو رو فهمد، در نزد شوهرش آرامش مییابد. اگر یک مشت بر روی من رسد با بیتول همش رو میگویم. چه شدن؟ چون در دستت این خیلی دلیل داری؟ فکر میکنی که با بیتول ازدواج کردنت رو اجازت میدیم ها؟ با خدا که بس است. با جای با من تشکر بگویی مرا حال هم تهدید میکنی. مرا تهدید کردنی بودی؟ ایستو یک لحظه مرا گوش کن. تا این روز اگر خاموش شده باشم بیتول نرنجت گفته نگفتم، چون که در روی زیبای او دیدن یک قطره اشک را طاقت ندارم. یعنی از ترسی تو نیست. اگر دهانت رو کشوی بعد حالت رو میبینی. یا خدای توبه، حالا هم گپ میزنی. خودتون رو احتیاط بید. رحمتی کلان نکن. بیتول اکا سمی با تو تکلیف اویله دورشوی کرده است، درست است؟
سفر تمام شدی تو رو میکشم احمق. بله اکا، در اصل من این رو به شما گفتنی بودم. هر تو چی فکر داری؟ هیچ، یعنی من روزگی شما رو نگرفته البته به او جواب ندادم. چی گفتنی شما برای من بسیار مهم است. بهتر معلوم که سر تو بسیار مخته است، اما گوش کن، با آدمی که خوشبخت نمیشه ازدواج کردنت رو نمیخواهم. تمام اکا. من تو رو هرگز رنجاندنی نیستم. اکا جان، آخر در اصل این رو به شما گفتنی بودم. شب یک خوبی عجایب دیدم. چی شد؟ بخیر است؟ انا به یک چوهی تاریک میافتم. دو فیغان فریاد میکشم اما هیچ کس آوازم رو نمیشنود، هیچ کس جوابم نمیدهد. بعد شما با روح نورانی و جامعه سفید آمده قرآن خوندید. چوهی که ما قرار داشتیم ناگهان به باغ تبدیل یافت. نشسته صحبت کردیم. مکانی مانند جنت بود. حتی در خواب تو رو آرام نمیگذارم، ها؟ فهمو؟ بله، میدونید در حال دامغا بودن شما رو شنیدم چنان خرسند شدم که روحی پدر و مادرم شاد باشن. بله، همین خیلی از ببینم. اکا، دامغاگی رو ترک نکنید میلش. این از کجا بر اومد به تو؟ چی دانم، بزرگ رو اویله دار هستید، شاید تکلیف کند که در شرکتی او کار کنید. خیر، دامغاگی رو ترک نکنید میلش بهتر بعدا میدیم، ترک نمیکنم. تمام. چرا این خیلی راستی صداییم؟ رفته در مغازه شینیم؟ میلشو، اما من به بیمارخانه روم، یک دو بیمار دارم، اونها رو میبینم و میگویم. میلش من در مغازه انتظار میشم. تا بازدید. لابا زهرا جانم، چی خیلی؟ خوبم. حجت رو در خونه فراموش کردم، به گرفتنی اونها آمدم، یادت کردم. خوب کردی. من تو رو بسیار یاد کردم. اول من گفتم. کارتکی راست؟ دستانت رو بردار، نجوم. الو، زیا؟ تو رو دوست میدارم زهرا. من هم تو رو دوست میدارم زیا. تلفنت رو پایان کن. زیا، الو. آه خدای من، نباید این خیل شود زیا. آخری راه آمدی کاتاکیلاس. سودو رو دستگیر کنید که نکنه. سردارم، باورم نمیاد که کارتاکیلاس رو قاپیده. بسیار خرسندم لبید. در حیاتم هیچ اینقدر خرسند نشده بودم. بیاره. سردارم، باورم نمیاد که کارتاکیلاس رو دستگیر کردیم. بله. اکمنا لکه بخار، خندک که قاپیده. پایان کار رسیدیم. Yine soluyor içimde bütün çiçekler, başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim direniyorlar bana, hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret, içimden bir sesler. Sabret, sabret, onca düşün arasında, yıllar ardından geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kalbim zehir olur, başka hayallere kalmaz
feryat figan kalbim zehir olur başka hayallere kalmaz ki mecalim hüsran